بچه امروز میخوام بهتون یاد بدم که چگونه گوشی خودتون رو به یک میکروفون تبدیل کنید. خب شما اول وارد مایگل میشید و میرین برنامه مایک اسپیکر رو سرچ میکنید. در این قسمت این رو دانلود میکنید و بعد وقتی دانلود شد میاد اینجا بازش میکنین. اگر از طریق بلوتوث میخواین وصل کنین به بلندگوتون یا جایی این گزینه، اگر هم میخواین که از طریق سیم وصل بشین که اصلا بلوتوثی نیست این گزینه. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین و فالو کنین برای آموزش‌های بیشتر. خیلی